شام 11 январ بر اثر برخورد اوپل آسترا با مرسدس در شورای دوشنبه کلوب، راننده 54 ساله اوپل در جای حادثه به هلاکت رسید. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله، 11 январи سال 2022 تخمیناً ساعت‌های 19:00 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل آسترا نظاموف خورشید رجبوویچ سال تولدش 1968 ساکن ناحیه فرخار هنگام اداره واسطه نقلیات در شورای دوشنبه کلوب از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به مقابل حرکت راه برآمده به автомашین تمغه مرسدس بنز که تحت اداره راننده میر محمدوف قربان عثمانویچ سال تولدش 1961 ساکن شهر خوجند قرار داشت برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه اوپل آسترا نظاموف جراحت وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به حالت مذکور تحقیقات ادامه دارد. وزارت کارهای داخله و کمیته حالتهای فوق‌العاده یک روز قبل از هلاکت دو زن در یک صدمه در حدود ناحیه نورآباد خبر داده بودند. گفته میشد 2 январи سال 2022 تخمیناً ساعت 15:15 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل ویکتور نبیف ذکرالله رحمتوویچ سال تولدش 1970 ساکن دیهه شادمانی جماعت موچیخرف ناحیه نورآباد هنگام حرکت در شورای وحدت نورآباد رشت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده ماشین را به جری چقوریش تقریباً 80 متر چپه کرده است. در نتیجه دو مسافر این ماشین حسن و سیلگل عبدوجباروونا سال تولدش 1973 و مچایی و مسلمه سال تولدش 1955 هر دو ساکنان جماعت موچیخرف ناحیه نورآباد در جای حادثه به هلاکت رسیدند. خود راننده نبیف و یک مسافر دیگرش جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.